دوستان عزیز درود. این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و با نزدیک شوی کاری بازاری تابستانه ترانسفری ما از مطلب‌های بهترین فوتبال جهانی را برایتان پیشنهاد می‌کنیم. یک موضوع نهایت مهم و قابل بررسی این البته پیدا کردن دسته نو از جانب دانی آلویس است. این مرد که سر جایزه دارترین فوتبالی بعدی مسی که 2 سال پیش قریب پشت پنجره میرفت دوباره به میدان فوتبال برمیگردد. شما حتی پی هم نمیبرید که این دسته نوبتیش در کجاست. این دولت روسیه است که دانی آلویس دیگر بار آنجا به میدان فوتبال برمیگردد. دانی آلویس 41 ساله به گفته خبرگزاران با دسته وینلاین مدیا لیگ روسیه گفت و شنید دارد. مرحله اول گفت و شنیدها اگر موفقانه دایر شده است، مرحله دوم گفت و شنیدها بعد جشن روزی غلبه میگذرد. به نظرم آمدن دانی آلویس در مدیا لیگ غیر از رسیدن قدم یک ستاره باز آمدن یک عالم خایپ و آوازه است. بعد موسم ناموفقانه و جنجالی برای دسته شاهانه رئال مادرید، گپ و چپ اطراف خریداری‌های زیاد ترانسفری و آمد و رفت بازیگران هم از گالاکتیکوس زیاد شده است. یک زمان اگر خود اردا گولر از نیت‌های رفتنش صدا بلند کرده بود، اکنون دقیقاً معلوم است که دون کارلو سرمربی منتخب برزیلیا می شود. گرچند ناتوانی برخی از بازیگران و جراحت دفاعگران در ناکامی‌های مادریدیان سببگار بود، ولی اخیراً پیریکار از کار بیکار می شود و از این پس باید که میراثبران پله بزرگ را تمرین دهد. بعد آوازها از عاید رفتن انچیلوتی از رئال، اکنون سخنها عاید فروش رودریگوی برزیلی هم زیادند. مثلا لیوا بران است که رئال میتواند رودریگو را بر عوض بیش از 100 میلیون یورو به من سیتی و آرسنال فروشد. مگر که گسیل رودریگو از دست اشتباهی بزرگ است یا که قراری عادلانه؟ به این سوال ها شما دوستان عزیز باید که پاسخهای خود را داشته باشید. ماه اپریل واقعا هم فرصت رفتن‌ها و خیربادکنی‌های بزرگ را در میان گذاشت. نخست کوین دی بروینه اعلام کرد که بعد 10 سال از من سیتی می‌رود. سپس توماس میولر گفته بود که پس از 25 سال باواریا را یک طرف می‌گذارد و بعداً واردی نیز عاید رفتنش از لستر بعد 13 سال اعلان کرد. رفتن ترنت الکساندر آرنولد از لیورپول بعد 20مین قهرمانی در انگلیا هم البته از زمره آن رفتن‌های پرآوازه‌دار است. مخلصان لیورپول البته که از ترنت سخت خفه‌اند، زیرا باشگاه آماده بود که معاشی از همه بیشترین برای این انگلیس دهد، ولی او باشد رفتن به دسته بزرگترین را اختیار کرد. از جانب دیگر او را هم به قول فهمیده می شود. ترنت از لیورپول با سری بلند و عنوان رکوردگذار چون بهترین ارسالگر گلی میان دفاعگران می رود. بازیگر انگلیس در 257 بازی لیورپول 64 پرتافت گلی داشته، با 2 قهرمانی در انگلیا، چمپیونی در لیگ قهرمان‌ها و یک خلطه جایزه‌های دیگری داخلی، سر از موسم نوین در دسته مادریدیان سینه را سپر می کند. الکی خود فابریزیو رومانو می گوید که ترنت و رئال مادرید عاید شرطنامه پیشکی با مهلت 5 ساله به موافقه رسیدند. الکی خود ترنت علام‌آور عاید رفتنش از لیورپول بعد 20 سال هم اعلان نموده بود. خلاص که سرگذشت نوی فوتبالی بهترین ارسالگر گلی در زمین مادرید شروع می شود. فکر می کنم بعد آن کامبک تاریخی ضد بارسا در لیگ چمپیون ها، ترنت تا حال هم برای مخلصان بارسا چون چهره نوفورمه در خواب دهشت است. از سابق دسته رومان ابراموویچ باشد حمله‌ور فرانسوی کریستوفر نکونکو رفته نیست، زیرا این حمله‌ور سابق اربی لیپزیگ با سرمربی لندنی ها انسو مارسکا به قول توغری نگرفت. نکونکو را سال 23 بر عوض بیش از 60 میلیون یورو خریده بودند، ولی چطور شاهدیم این سرگذشت او در قسمت کبودی لندن به زودی پایان می‌یابد. دسته‌های مدعی برای به دست آوردن نکونکو باشند تیم‌های چون باواریا، استون ویلا و لیورپول هستند. با احتمال زیاد میتوان گفت که کریستوفر از چمپیونات انگلیا یک قدم دور نمی‌رود. ولی نوید از همه بزرگ و تاریخ آفر برای هفته اخیر البته که جایزه دار شدن هری کین است، زیرا حمله‌گر 31 ساله منتخب انگلیا نوابسته از گرفتن یک عالم نشاندادهای رکوردی
14 سال از برای یک جایزه ارزشمند دستاوی انتظار بود. هری کین با گذراندن 56 مسابقه در دوام این 14 سال گفتگی اخیراً صاحب جایزه قهرمانی چمپیونات آلمان شد و فکرم اگر در تاتنهام قطعی اریک دایر ایستاد جایزه را حتی در شب خوابش هم نمیدید. و با وری آمدن کین 2 سال پیش هم محض به خاطر جایزه بود و بالاخره او هم توانست که به در انتظارترین آرمان‌های فوتبالی خیش رسیدگی کرده تواند. پس خلاصه گپ این است که اگر کین هم بعد اینقدر سالهای خشکسالی جایزوی جام را تاری سر برداشته توانست، پس میتوان گفت که در پامیر هم یگان روزه بنان رویانیده می شود. یک نفر دیگری سرطلبگار بازاری این تابستان آنتونی خواهد بود. بازیگر برزیلی بعد گزارش زمستانی از منچستر به بتیس سویلیا اخیراً به چهره‌های نهایت تقدیرساز تبدیل یافت. استعداد بزرگ این برزیلی باعث گردید که بتیس در دوام موسم به یکی از تیم‌های دفاعگر بهره یورو جام‌ها شود. بتیس با آنتونی این موسم هم رئال را شکست داد و هم از بارسلونا خال گرفت و همچنین در دربی ارزشمندترین سویلیا از نفران کلیدی ترین بود. همچنین بتیس و آنتونی از دعواگران اصلی بهر پیروزی در لیگ کانفرانسیا ها در ردیف چلسی می باشند. محض به همین خاطر هرچند که خواهکین برای حفظ کردن آنتونی در صف بودرینگ ها ماشین فروختنی است و ایسکو از مخلصان پول جمع کردنی است، ولی در بازار نسبتش طلبات ها زیادند. آرسنال و اتلتیکو مادرید باشند میخواهند برای وضع 40-50 میلیون یورو خریداری کنند. با خیالم با وجود داشتن چنین پیشنهادهای مفید بازاری، آنتونی دیگر باره به امیو قدم زیادتی نخواهد گذاشت، ولی در ناآمدی کار قرارهای کلیدی عاید تقدیر بعدی این برزیلی را از خود تیم منچستری میبرارد. یک گپ دیگری مربوط به کارهای بازاری رئال مادرید، البته آوازها اطراف رفتن اندری لونین از این تیم در تابستانند. لونین البته که دوام این سالها با امید بود که در دسته شاهانه میتواند دروازه‌بان رقمی اول شود و موسم قبلی در نبود کورتوا البته که از خود سر و صداها بلند هم کرده بود، ولی بعد آنی که کورتوا شفا یافت و تا سال 28 شرطنامه همکاری ها را با بابای پیوست تمدید کرد، دروازه‌بان اوکراینی خود پی برد که بهترش مکانی دیگری برای کار پیدا نماید. الکی گپ و چپ زیاد است که لونین این تابستان در بازار از زمره نقشه‌های ترانسفری برای دست‌های بزرگ می شود. به نظرم ماندن در رئال و انتظار شدن جراحت نوبتی کورتوا اندک به عقلانه خواهد بود. بهترش به دسته دیگر رود و دروازه‌بان رقمی اول شود. در فوتبال آسیا باشد الهلال بعد ناکامی‌ها در لیگ چمپیون ها از سرمربیش ژورژ ژزوس جدا شد و جویای سرمربی نوست. اگر خبرها عایدی به منتخب برزیل رفتن متخصص پرتغالی زیادند، این هم در صورت خواهد بود که اگر انچیلوتی از این پیشنهاد برزیلیان دست کشد. و خیالم دون کارلو با احتمال زیاد پیشنهاد پنتاکامپیون ها را قبول میکند و ژورژ ژزوس هم به زودی جای نوی کار پیدا خواهد کرد. گپ آخر البته که مربوط دسته دارای 20 عنوان قهرمانی در وطن فوتبال است. منظوری سخن این که رهبریت باشگاه لیورپول بعد استقبال از قهرمانی در پریمیر لیگ انگلیا اخیراً پولهای بزرگ را بهر ترانسفرهای تابستانی در اختیار آرنه سلات میگذارد. زیرا موسم جاری الکی نشان داد که مبارزه یک بارگی در 4 فرانت اساسی البته بدون بازیگران ضروری غیر امکان است. از این رو در بازار ترانسفری باید هرچی بیشتر خریداری کرد و پولها را به ملال مصرف نمود. محض به همین خاطر سلات هم این تابستان از چنین امکانیت استفاده کردنی است و یک هفته در روی خط کوتاه سرخان بازیگران چون دین خیسن و میلوش کرکز از بورنموث، الکساندر ایساک از نیوکاسل یونایتد و اوگو اکیتیک از اینتراخت فرانکفورت هستند. اگر شود و کلی نفران این روی خط به لیورپول بیایند، دیگر بچه‌های سلات را نه آن سیف های دوناروما ترسانیده میتواند و نه یگان آفتی دیگر. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.